وطن صبر وکړه لر او پر دې جوړو اوس نوی راغلی هر پر زیرساخت و بدنه خاکی یک خط سرک مقابل وزارت عدلیه الی افشار دارلمان به طول 1 کیلومتر تکمیل و آماده قیرریزی شده است. انجینیر محمد حامد سعادات آمر نظارت از پروژه‌های زیربنایی ریاست تنظیم برنامه‌ها و پروژه‌های شاروالی کابل گفت این سرک 2186 متر طول و 45 متر عرض داشته به زودی 1 کیلومتر آن قیرریزی می شود. و افزود که زیرساخت و بدنه خاکی قسمت‌های دیگر این سرک نیز پیشرفت خوبی کاری داشته و تلاش بر آن است تا رسیدن فصل سرما خطوط این سرک کاملا قیرریزی و بر روی ترافیک گشوده شود. ساخت سرک مقابل وزارت عدلیه الی افشار دارلمان شامل گلدان‌ها، پیاده‌روها، آبروهای کناری، تنویر جاده، ساخت ایستگاه‌ها و تمام جزئیات یک سرک